بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت و شبکه پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به یک حکایت دلنشین دیگر از کتاب گلستان سعدی شیرازی، گلستان عشق و ادب. این حکایت بسیار پندآموز است، هم برای مردم و مخصوصاً هم برای کسانی که قدرت دارند و صاحبی ثروت هستند و منصب دارند. آنها باید خوب دقت کنند. سعدی می‌فرماید آورده اند که انوشیروان عادل در شکارگاهی صید کباب کرده بود و نمک نبود. انوشیروان به همراه سربازان و بردگان به جنگل رفتند، یک حیوان گوشتخوار را شکار کردند و گوشت او را کباب کردند. اما وقتی خوردن که شد دیدند که نمک نیست. غلامی را بر روستا فرستاد تا نمک حاصل کند. یک غلام را گفت که برای شهر و نمک بیار. گفت زینهار تا نمک به قیمت بستانی، تا رسمی نگردد و ده خراب نشود. گفت مبادا نمک را گرفتی پول را ندهی، تا اگر تو پول را ندهی و وسیله را بگیری و ظلم کنی، مردم میگویند که غلام انوشیروان ظلم کرد، از طرف انوشیروان است، پس ما هم بریم دزدی کنیم، ما هم میتونیم بریم یک چیز را بگیریم و پول ندهیم، از یک کس مال او را بگیریم. گفتند این چقدر خلل کند؟ گفتند انوشیروان یه نمک است، این نمک مگر چقدر فساد می آورد؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندک بوده است، ریشه ظلم در جهان زمانی که آغاز شد کم بوده است، اندک بوده است، و به مزید هر کس بدین درجه رسیده است و آرام 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 ظلم گسترش پیدا کرد و به این درجه رسیده است. اگر همان نمک را ما پولش را ندهیم، آرام آرام این در وجود ما اضافه می شود. اگر زباغی رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. اگر پادشاه از یک باغی که مال مردم است یک سیب را بدون اجازه بکند و بخورد، غلامان که میبینند که پادشاه ظلم دارد میکند و یک سیب میخورد، این غلامان تمام درخت را خواهند کند. و 5 بیضه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریان 1000 مرغ بسیخ. اگر پادشاه 5 تخم مرغ را از یک جا بگیرد و با ستم، سربازان میبینند که پادشاه 5 تخم مرغ گرفت، لشکریان 1000 مرغ زنند بسیخ. لشکریان به خودشون اجازت میدهند که هزاران مرغ را بگیرند و کباب کنند. یعنی اگر در یک جامعه فساد زیاد است، رشوه‌خواری زیاد است، پاره‌گیری زیاد است، تجاوز زیاد است، ظلم بسیار است، به این معناست که پادشاهان، حاکمان، منصبداران، کسانی که دارای قدرت زیاد و ثروت زیاد هستند، آنها هم مشغولی ظلم هستند. در جامعه اگر کسانی که در بالا هستند انسان‌های پاک باشند، با مردم مهربان باشند، اهل ظلم و ستم نباشند، قلب گشاده داشته باشند، دست کریمانه داشته باشند، مردم نیز از بزرگان عبرت میگیرند، از آنها می آموزند و کمتر ظلم میکنند. انشاءالله خداوند ریشه ظلم و ستم را خشک بگرداند و ما را از دست ستمگران و ظالمان نجات دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.